کانون اندیشه جوان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت مخاطبین و شنوندگانی که ما رو از طریق رادیو گفتگو میشنوند و همچنین دوستانی که به صورت مجازی در جلسه حضور دارند و پیگیر بحث هستند. همچنین عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت آقای دکتر دهنوی. خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. انشالله که توفیق باشه از نکاتتون استفاده بکنیم. موضوع نشستی که در این مجال خدمت استاد دهنوی هستیم طبق اطلاع رسانه‌ای که شده تعارض تصمیم سیاسی با ساختار حقوقی است. خب همونطور که دوستان مطلعاً در واقع در این موضوع و در این بحث یکی از مهمترین پرسش‌ها و چالش‌هایی که مطرح هست نسبت سیاست و حقوق و به صورت مشخص‌تر نسبت تصمیمات سیاسی سیاستمداران و حکمرانان یک کشور با ساختار حقوقی و چارچوب قوانین اون کشور هست. به نحوی پرسش ما در این مجال این هست که آیا یک نظام حقوقی و در واقع ساختار حقوق و قوانین یک کشور ابزار دست سیاستمداران ما هست و به نوعی توجیهگر تصمیمات سیاسی حکمرانان هست و به یک نحوی سیاستمداران ما از این سیستم حقوقی استفاده میکنن که مشروعیت بخشی بکنن به تصمیمات خود، یا نه اتفاقا ساختار حقوقی اومده که حد بزنه به صلاحیت ها و تصمیمات سیاستمداران ما و به یک نحوی کنترل بکنه حد و مرز تصمیمات حکمرانان یک کشور رو. خب بحث‌های خیلی متعددی اینجا شکل گرفته، نظریات مختلفی وجود داره و بحث اختلاف برانگیزی هست اینکه آیا سیاست بر حقوق حاکم هست و یا حقوق در واقع تهدید کننده سیاست هست. برای اینکه بیشتر با این بحث آشنا بشیم و این بحث به تفصیل برسه و با ابعاد مختلف با اون آشنا بشیم در خدمت آقای دکتر دهنوی هستیم که ید طولایی در مباحث این چنینی دارن و مدرس دانشگاه هستن و پژوهشگر حوزه فلسفه حقوق. آقای دکتر دهنوی هستیم خدمتتون. اگر با دوستانی که از طریق رادیو گفتگو ما رو دنبال میکنن و چه دوستانی که از طریق فضای مجازی پیگیر بحث هستن سلام علیکم دارید بفرمایید و بعد انشاءالله در خدمتتون هستیم که بحث رو شروع بکنید. بفرمایید. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران و شنوندگان محترم. امیدوارم که مباحثی که طرح میشه مفید باشه برای بزرگواران. عرض کنم خدمتتون که در خصوص بحث حقوق و سیاست اولین نکته‌ای که به نظرم باید بهش توجه داشت این هست که حقوق و سیاست هر دو پدیدارهای اجتماعی هستند. منظور از پدیدار اجتماعی در اینجا اینه که هر دو از عوارض زیست جمعی انسان هست. حی ابن یقظان یا رابینسون کروزوه نه با حقوق مواجهه نه با سیاست و بدین لحاظ باید بگیم که در واقع حقوق و سیاست دو نوع ظهور از یک امر یا موجودیت واحدن. وجود داشتنشون یا این در واقع جدا انگاشتنشون از همدیگه محصول یک نوع رویکرد پژوهشی یا کاوشی هست که ما ناچاریم برای مطالعه این پدیدارها اتخاذ کنیم، وگرنه ماهیتاً اینها در واقع عوارض یک پدیده واحد هستند که اون حیات اجتماعی ماست. و حالا من معمولاً در بحث خودم تمایل دارم که از اصطلاح ماده و صورت برای سخن گفتن از این دوتا استفاده کنم. بگم سیاست به مثابه
ماده واقعیت یا حیات اجتماعی انسان و حقوق به مثابه صورت چنین واقعیت و حیاتی. و وقتی که ما اینطور نظر کنیم به نسبت حقوق و سیاست که هر دو ظهور از یک پدیدار واحد هستند، دیگه سخن گفتن از هر یک به تنهایی در انعزال از دیگری خیلی وجهی نخواهد داشت. اینها دو پدیده در هم تنیده هستند. وجهی که در واقع ما رشته های مختلفی داریم به نام حقوق و سیاست یا ساحت های سخن گفتن، گاهی سیاسی مینامیمش، گاهی حقوقی مینامیمش. این از باب چیه؟ از باب ضرورتیه که در کاوش و پژوهش این پدیدارها بر ما تحمیل میشه خواه نخواه، وگرنه ماهیتا اینها یکی هست. ما یک واقعیت اجتماعی داریم خیلی خلاصه و روشن اگه بخوام ازش سخن بگیم، همین زندگی که هر انسانی در هر روز و ساعتی داره اونو تجربه میکنه، که ویژگیش هم سیال بودن و پیشبینی ناپذیر بودن و هر لحظه به شکلی متعیار در آمد، در واقع این ویژگی این زندگی عادی ما انسان ها هست. حقوق و سیاست دو نحو ظهور این امر واحد. حالا وقتی که ما میگیم سیاست به عنوان یکی از ظهورات این امر واحد، چی مراد میکنیم؟ تو بنیادین ترین معنا، در عمیق ترین نحو پرداختن به آنچه که سیاسی است یا سیاست، ما از این واژه ها و جوان انسان صحبت میکنیم. میگیم که انسان حیوان سیاسی دیوارهای شهر میزید ناانسان است. یعنی سیاست پس در عمیق‌ترین معنا به مثابه ساحت یا قلمرو زیست آدمی در مدینه مطرح میشه. اما از این سطح خلاصه بنیادین که بگذریم، در ادبیات آکادمیک معمولاً از سیاست در سه بعد بنیادین سخن میگن. سه بعد بنیادین سیاست رو از هم تفکیک میکنن و ما باید در سخن گفتن اون از سیاست، به خصوص وقتی میخوام از نسبت حقوق و سیاست سخن بگیم، همواره التفات داشته باشیم که در کدوم سطح داریم مراد میکنیم. سطح نخست، سطح یا بعد نخست بعد نهادین اینستیتوشنال، نهادین، و سطح دوم سطح هنجارینه، و سطح سوم یا بعد سوم بعد فرایندی. حالا تک تک اینا یعنی چی؟ وقتی میگیم بعد نهادین سیاست رو مراد میکنیم، منظورمون التفات به این نکته است که حیات سیاسی یا مدنی انسان که گفتیم عمیق‌ترین معنای سیاست، حیات انسان در مدینه در گروه چیه؟ در گروه وجود پیدا کردن و تداوم پیدا کردن این مدینه است. یعنی وقتی ما میخوایم از انسان به عنوان موجود ساکن شهر، ساکن اجتماع سخن میگیم، یکی از نحوه التفات و پرداختن به این چیه؟ اینه که بگیم خود این مدینه، خود این موجودیتی که انسان درش ساکنه، خود این شهر، خود این اجتماع، واژه‌های مختلفی که برای اشاره به این ساحت به کار میرن، خود این به وجود پیدا کردن و تداوم یافتنش رو موضوع مطالعه قرار بده. که توی حالا اصطلاح در واقع برخی متون فلسفی گاهی ازش به پولیتی، به این سطح اشاره میشه، سطح پولیتی. حفظ شأن سیاسی انسان در گروه وجود پیدا کردن و تداوم پیدا کردن مدینه یا پولیتی و اجزاش. پس ما وقتی به سیاست از بعد نهادین نظر میکنیم، چنین مسئله ای رو پیش رو داریم که چطور این نهاد
در واقع اساسی که انسان برای انسان بودنش، یعنی برای زیستنش در اجتماع، در اون بستر اون بناست که بزید، این چطور وجود پیدا میکنه و تداوم پیدا میکنه و همچنین در واقع اجزای اون که میشه نهادهای ثانویه‌ای که ذیل هر اجتماعی ممکنه پیدا بشن. این بعد نخست. بعد هنجارین یا بعد دوم که ما گاهی با اصطلاح پلیسی یا خط مشی یا سیاست گذاری و اصطلاحات این چنین ازش یاد میکنیم، در واقع عبارت هست از چی؟ از اون ایدئال ها، آرمان های هنجاری که تحقق عینی و واقعی اون اهداف اون اجتماع، اهداف ساکنان اون اجتماع، چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی و کلان، در واقع در گروه تعریف این پلیسی ها، این خط مشی ها، این سیاست گذاری ها هست. اینا در واقع تعریف می شوند تا اون اهداف اجتماعی پایه در عالم واقع محقق بشن. یه وقت هم هست ما سیاست میگیم و بعد هنجاری رو مراد میکنیم، یعنی سطح دوم. و در نهایت بعد سوم یا بعد فرایندی که خب معمولا وقتی ما در خلاصه گفتار رایج از سیاست سخن میگیم این معنا رو مراد میکنیم، عبارت از اون تکنیک هایی که برای اعمال قدرت اجتماعی و ساخته شدن اقتدار، من در مورد اقتدار باید صحبت بکنم، اقتدار از دل تعارض‌هایی که در دل اجتماع وجود داره، اجتماع انسانی وجود داره، در واقع استفاده میشه. به تعبیر دیگه تو این معنای سوم ما میگیم سیاست و مراد میکنیم زیست انسان در محیط پرتعارض جهانش، که انسان در جهان اجتماعیش در کوچکترین کنش‌های خودش و در کوچکترین سطوح زیست خودش هم با مسئله تعارض مواجهه. در یک از سطح یک خانواده شما شروع بکنید تا سطوح اجتماعی کلانتر و کلانتری که در ذیل یک شهر اجتماع وجود داره. شهر که میگم اینجا منظورم تقسیمات جغرافیایی خلاص شهر و استان و اینا نیست. شهر که میگم منظور محیط اجتماعی یا معنای کلان کلمه اجتماع یا آنچه که حالا معمولا آنچنان که فیلسوفان سیاست مراد میکنن مدینه است. اینم حالا تذکری بدم که خلط نشه در ذهن شنوندگان. ما وقتی در سطوح مختلف اجتماعی که ذیل شهر وجود داره، از خانواده تا خود اون اجتماع کلان یا شهر یا مدینه نظر میکنیم، ببینیم این مسئله تعارض وجود داره، به خصوص در اون سطح کلان، ساحت مدینه که پای امر مشترک، امر عمومی به میان میاد. از اونجایی که امر عمومی اساساً اولاً و بالذات اصلا متنازع فیه، نیاز هست که با ابزارهایی که مهمترین اون ابزارها حزم و احتیاط و تدبیره، این تعارضها مدیریت بشه، این ساحت متنازع فیه در جهت اشتراک و ظهور امر مشترک جهت دهی بشه. خب این ساحت سوم. پس ما وقتی در عمیق‌ترین معنا سیاست میگیم، مراد میکنیم موقعیت وجودی انسان به مثابه حیوان سیاسی، به مثابه موجود سیاسی، به مثابه زون پولیتیکون، و یک وقت
میگیم سیاست به مراد میکنیم ابعاد نهادین، هنجارین و فرایندی یا تکنیک یا تکنیکال زیستن در مدینه. حالا همین در واقع بحث رو اگر چنان که ما در ابتدای صحبتمون اشاره کردیم، اگر حقوق صورت این ماده هست، اجمالاً میتونیم حقوق رو هم بر مبنای این سه بعد تحلیل کنیم. میتونیم ببینیم که از اون منظر در واقع بنیادین یا عمیق داستان، حقوق عبارت از نگهبان یا در واقع محیطی هست برای نگهبانی از اون بعد عمیق وجودی انسان که همانا موجود زندگی کننده در شهر هست. و از منظر نهادین، حقوق از طریق، اگه بخوام از منظر نهادین به حقوق نگاه کنیم چنان که به سیاست نگاه کردیم، میتونیم بگیم که این نهادهای دولتی خاص، نهادهای حکومتی خاص که به واسطه اون ساختار و کارکرد حقوقی حرفه‌ای و تخصصیشون ظهور پیدا میکنن، مثل دادگاه‌ها، مثل ادارات، و نهادهای غیر دولتی، نهادهای در واقع بیرون غیر حکومتی که در سطح اجتماع ممکنه از سوی ساکنان اجتماع تأسیس بشه، مثل اصناف، مثل دیگر در واقع موجودیت هایی که ذیل خط و ربط در واقع قواعد و اصول و قوانینی که بین اشخاص تعریف می شود، اینها سامان پیدا میکنه. این اگر دقت کنیم اینجا میبینیم وقتی ما از منظر نهادین در مورد سیاست سخن میگفتیم، گفتیم پلیتیک، گفتیم مدینه و اجزای آن. اما وقتی میایم در ساحت حقوق که گفتیم ساحت صورت سخن میگیم، صحبتمون یه مقداری تعین پیدا میکنه، گویی بیان دیگری از همون بعد نهادین سیاست، اما در وجهی که تعین پیدا کرده میشه بهش اشاره کرد، صورت پیدا کرده. میگیم مثلا نهادهای دادگاه، اصناف و غیره. از منظر هنجارین حقوق گفتیم توی بحث سیاست بعد هنجارین رو بردیم به کجا؟ پلیسی، بحث خط مشی‌گذاری، سیاست‌گذاری و جهت‌دهی که ابزارهای جهت‌دهی اجتماع هستند، در راست جهت‌دهی در واقع حیات اجتماعی هستند در راستای اهداف پایه اجتماعی، هم از سطح فردیش یا کلانش. حالا وقتی تو حقوق ما از منظر هنجاری میخوایم از حقوق سخن بگیم، میگیم مشخصا از هنجارهای حقوقی عمومی یا هنجارهای حقوقی خصوصی سخن میگیم. یعنی باز دوباره همون بعد هنجارینی که در سیاست در موردش سخن میگیم، دعوا میکنیم سر این که خط مشی چه باشد، محتوای سیاست ها چه باشد، وقتی به ساحت حقوق میاد صورتبندی میشه. میگیم آقا این سری هنجارها هستن، هنجارهای عمومی هستن، این سری هنجارها هستن، هنجارهای خصوصی هستن، فردی هستن، اینها کلان هستن و تقسیم بندی فرمال یا سوری انجام میدیم ازشون. و از منظر سوم، از منظر فرایندی، از منظر تکنیکال، خب وقتی به حقوق نظر کنیم و حقوق رو بخوایم ذیل این ساعت در واقع تحلیل بکنیم، توجهمون جلب میشه به رویه‌های گوناگونی که وجود داره، رویه‌های حقوقی، رویه‌های کیفری یا راه‌حل‌های حقوقی که در واقع در هر اجتماعی وجود داره.
آنچه که ما ازش میتونیم تعبیر کنیم حقوق به مثابه قضا، امر قضایی. و مقصودم اون فرایندها، تکنیک‌ها، رویه‌هایی هست که در هر اجتماعی، در هر مدینه‌ای برای مدیریت ساحت عمومی لاجرم لازم هستند تا بتونه اون رابطه بین افراد و بین اجزای اجتماع و بین اون ساحت مشترک، اون ساحت جمعی و افراد رو برطرف کنه. یعنی یه وقت هست در دعاوی حقوقی مثلا دعوای بین فرد با فرد، یه وقت هست دعوای بین فرد و حالا نماینده امر کلی و مشترکی که حالا هر کسی باشه، نهاد دولتی باشه یا غیر. خب پس وقتی ما این ساحت‌های مختلف رو در حقوق و سیاست از همدیگه تفکیک بکنیم و توجه داشته باشیم که حقوق و سیاست دو ظهور از یه امر مشترک و واحد هستن، سخن گفتن از تعارض به معنای مثلا تضاد خلاص این دوتا یا گیر کردن لبه های تیز این دوتا با هم دیگه، استکاک این دوتا با هم دیگه، در هر سطحی متفاوت میشه. مشخصا روز توی اشاره شد بهش. خب ساختار حقوقی در کدوم یکی از این سطوح قرار میگیره؟ از این سطوحی که ما الان برشمردیم قرار میگیره در سطح در واقع نهادین، قابل طرح هست به لحاظ اون شکلی که نهادهای مختلف حقوقی با همدیگه روابطشون پیدا میکنه، ساختار نظاممندی که این نهادها بعد از تأسیسشون با همدیگه پیدا میکنه. تو بعد هنجارین هم طبیعتاً میتونه قابل طرح باشه به این معنی که ساختار حقوقی در سطح هنجارین میشه تبدیل میشه به اون قواعد و اصولی که شکل گرفته برای عملکرد اون نهادهایی که در ابتدا گفتیم. و در بعد فرایندی هم یا بعد سوم هم باز ساختار حقوقی به چه نحو قابل تحلیله؟ به این نحو که بگیم اون تکنیک هایی که به کار میره توسط کنشگران یا دستاندرکاران دستگاه قضا، گفتیم سطح سوم مشخصا حقوق مثابه قضاه، به کار میره برای حل تعارض. اگر به سمت انتزاع و به سمت کلی شدن حرکت بکنه، دیگه اصطلاحاً به سمت سیستماتیک شدن، نظاممند شدن حرکت بکنه، میشه از ساختار حقوقی در این سطح هم سخن گفت، از ساختار تکنیکال یا فرمال سخن گفت. خب حالا تصمیم سیاسی در نسبت با هر یک از این سه سطح چه وضعی پیدا می‌کنه؟ ببینید اول باید ما به یک نکته توجه داشته باشیم که
هر اجتماعی، همونطور گفتیم حیات اجتماعی، زندگی انسان سیال و پیشبینی ناپذیر، سرشار از خلق موقعیت‌های نو است و با موقعیت‌های جدید ممکنه مواجه بشه که سابقاً باهاشون در موردشون در واقع تدبیر و تکنیکی تعبیه نشده باشه. موقعیت‌های جدیدی که درش تعارض‌های جدید سر برمیاره، نیاز به حل داره اگر بناست که اون ساحت کلی و ساحت کلانه تداوم پیدا بکنه. سیاست وقتی میگیم در نسبت با این زندگی، همونطوری که توضیح هم دادیم، برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون منطق حفظ این حیات جمعی، حفظ این زیست جمعی، حفظ این زندگی و مراوده یا پیدا کردن و رفت و آمد کردن با این در واقع زندگی، دریافتش در همون سیالیت و زنده بودنش، اینطوری شاید بهتر باشه. و حقوق وقتی میگیم، همونطوری که اشاره کردیم، مشخصاً نگهبانی کردن از این زندگی هست، از این جمعیت هست، در ساحت تکنیکال و فرمال و شکلی اصطلاحاً یا سوری. خب به این لحاظ با این تعبیر به کار میره، میگن حقوق یک وجه محافظه کارانه داره. چرا؟ چون میخواد نگهبانی کنه از این حیات، از وضع موجود میخواد نگهبانی کنه. صورت ساحت حفظ این شکل اجتماع و سیاست ساحت پیشرونده داره، ساحت مترقی داره، ساحت به تعبیری انقلابی داره. میخواد اون سیالیت رو به رسمیت بشناسه، میخواد اون سیالیت رو پیش ببره. تعارضی که ما میشه ازش سخن بگیم، پس در هر سه سطح تعارضی هست که از دل این رابطه برمیاد، یعنی رابطه ترقی، پیشرفت حالا شاید واژه خوبی نباشه، اون سیالیت اجتماعی که قراره در ساحت سیاست به رسمیت شناخته بشه و حفظ بشه، و حفظ شاکله اجتماعی، نگهبانی از شاکله اجتماعی که قراره در حقوق اتفاق بیفته. خب پس تنشه در هر سه سطح اینجاست. یعنی مثلا در سطح سیاست واقعیت اجتماعی، اقتضاء حیات اجتماعی، اقتضاء زیست اجتماعی به سمتی رفته که تعارض‌های جدیدی سر برآورده و موقعیت‌های جدیدی خلق شده، امکان‌های جدیدی پیشاروی اهل اون اجتماع گشوده شده و سیاست به دنبال شکوفایی این موقعیت‌های جدیده، این افق‌های جدیده. اما رفتن بی‌محابا به سمت این در واقع افق‌های جدید میتونه خودش نقض غرض باشه، به این معنی که شاکله اجتماع رو، اون ساحت جمعی رو دوچار مسئله و بحران بکنه. اینجا حقوق کارکرد خودش رو ایفا میکنه، اینجا حقوق وارد در واقع میدان میشه و با تهدید حدود خلاصه فعالیت سیاست برای رفتن به سمت اون افق‌های جدید، گرفتن هیجانش به تعبیری، سعی میکنه تا این ساختار شاکله رو حفظ بکنه. بحران کجا پیدا میشه؟ بحران اونجا پیدا میشه که این مهار
خلاصه مهار سیاست، مهار انرژی سیاست اونقدر انتزاعی، اونقدر سوری، اونقدر بریده از واقعیت بشود که اساساً محیط و مجال تحرک، محیط و مجال دریافت و اقبال به سمت این افقهایی که در زندگی سیال و پیشرونده‌ای که داره حرکت میکنه دم به دم ممکنه ایجاد بشود به کلی از بین بره، به کلی محدود بشه و در نطفه خفه بشه، یا از اون طرف اونقدر این در واقع بعد سیاسی غلبه پیدا بکنه که حفظ شاکله اجتماع، حفظ شاکله این زیست جمعی تحت شعاع قرار بگیره. اینها موقعیت‌های بحرانی هست. خب این تا اینجا من در واقع سعی کردم که به نحو کلان و از یک دید خلاصه از بالا سعی کنم اینها رو سطوح مختلف رو از همدیگه تفکیک کنم. حالا بیایم در مورد یک نظام سیاسی حقوقی موجود و چالش هایی که در برابرش قرار میگیره روی سطح خردتر سخن بگیم. ببینید در هر نظام حقوقی و سیاسی وقتی که تأسیس میشه و شکل میگیره نقاطی هست که این نقاط اصطلاحاً من تعبیر میکنم ازش به نقاط تنش‌آلود. این نقاط هم نقاط نیست که از بیرون به یه جامعه اضافه بشه، نقاطیه که از دل منطق زندگی خود مردم اون در واقع ساکنین اون یا اتباع اون نظام سیاسی و حقوقی برآمده. اون نقاط، این نقاط تنش‌آلود نقاطی هست که عمدتاً این بحران هایی که در مورد سیاست و حقوق در سطح کلان اشاره کردیم در واقع در سطح خرد تو این نقاط به ظهور میرسه اون بحران ها وقتی در سطح خرد نگاه میکنیم. مثلا فرض کنید رابطه استقلال و آزادی در قانون اساسی ما یه اصل 9 داریم تو قانون اساسی، اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن میگه در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. این اصل یک مثال برای نشون دادن اینکه چطور نقاط تنش آلودی که در یک نظام سیاسی حقوقی وجود داره مورد ارجاع و اشاره قرار میگیره. ما یک مسئله تاریخی داشتیم، یعنی داریم در مورد یک در واقع نظام سیاسی حقوقی خاص به نام نظام سیاسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران سخن میخوام اون سطح کلان رو اینجا ببینیم ظهورش رو. زندگی
در واقع انسان ایرانی، حیات انسان ایرانی در این مدینهش که ما ایران مینامیمش در طول تاریخ تجاربی رو از سر گذرونده. این تجارب یک نقطه تنش‌زا ایجاد کرده. اون نقطه تنش‌زا کجاست؟ اینجاست که گاهی در تاریخ حیات این انسان ایرانی، به نام استفاده از آزادی، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران مورد خدشه قرار گرفته. یا گاهی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروعش با وضع قوانین و مقررات گاهی سلب شد. این نحو زیست، این تاریخ زیست منجر به وقوع در واقع ایجاد یک نقطه تنش آلوده شده. نقطه تنش آلوده نسبت بین آزادی و استقلال. اصل 9 ما اومده این رو مد نظر قرار داده، این نقطه تنش آلوده رو مورد اشاره قرار داده و به نحوی در موردش سخن گفته که دقیقاً میشه گفت مراد کرد که چارچوب بندی صحیح یا آگاهانه رابطه حقوق و سیاست. به همین معنایی که ما ازش سخن گفتیم، یعنی به نحوی که نه حقوق بتواند دست سیاست رو ببنده، چنان که دیگه مجالی برای نقش آفرینی پیدا نکنه و نه سیاست بتونه حقوق رو، یا به تعبیر نه سیاست بتونه اون در واقع نقش نگهبانی حقوق رو مانع بشه یا از تضعیف کنه، یا به تعبیر بهتر، تعبیر دقیق‌تر، همبستگی متقابل حقوق و سیاست رو شما اینجا میتونید مشاهده کنید. اینکه هر دو ظهور یک امر واحدن. ما این مسئله داریم به نام ایران که دو شأنش که آزادی و استقلال و وحدت تمامیت ارضیش هستن. آزادی و استقلال، وحدت تمامیت ارضی، دو تا رو چی بگیریم؟ مسئله این موجودیت این دوگانه. راه حل پرداخت بهش این چنینه که بگیم حقوق، چارچوب حقوقی که نگهبانی قراره بکنه از اینجا، باید به نحوی سامان پیدا بکند که سیالیت یا این آنچه که اینجا ازش به آزادی تعبیر شده تحت شعاع قرار نگیره. از اون طرف اون سیالیت، اون آزادیه آنچنان مورد در واقع سوء استفاده قرار نگیره که به شاکله خدشه‌ای وارد شه، به استقلال، به تمامیت ارضی مسئله وارد شه. یک نحو در واقع پرداخت به مسئله حقوق و سیاست در بستر قانون اساسی ماست. این که از اون نقاط تنش آلوده. حالا باز یک سطح بیایم جزئی تر بشیم. رو فرض کنید همین مسئله نقطه تنش آلوده بین آزادی و استقلال در سطح جزئی تر، خردتر اگر لحاظش بکنیم، ممکنه منجر به بروز و ظهور مسائلی در حیات ما بشه. مثلا قانونی تصویب بشه، مثلا مقامی بیاد و
چنان که این اصل اشاره کرده به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی بخواد آزادی‌های مشروع رو سلب کنه، یا برعکس گروهی، حزبی، مقامی با سوء استفاده از عنوان آزادی بخواد سیاستی رو پیش ببره که استقلال ما رو خدشه‌دار کنه در هر یک از این سطوح. اینجا مشخصا این تنشه منجر به یک مسئله میشه در حیات ما. یکی از این دوتا رو مثلا فرض کنیم. مثلا فرض کنیم که مقامی بیاد و با استفاده خطابگونه از عنوان آزادی بیاد و در خصوص اتخاذ جهتی یا سیاستی در حیات جمعی ما داد سخن بده که نهایتا منجر به تضعیف استقلال ما بشه یا تمامیت ارضی ما رو مورد خدشه وارد کنه. اینجا قانون یا به تعبیر کلانتر حقوق در کنشگری خودش، اهالی حقوق در کنشگری خودشون باید این نکته رو مد نظر داشته باشن که اگر نداشته باشن اون وقت اگر گرفتار اون جزئیاته بشن اون وقت دیگه در واقع به نوعی اون خدشه‌ای که قرار نبود وارد بشه وارد میشه. باید در واقع به این نقطه نظر داشته باشن که این استفاده از آزادی رو به نحوی مهار بکنن که نه آزادی های مشروع سلب بشه نه تمامیت ارضی بهش خدشه وارد بشه. این نقطه اگه بهش توجه نشه که عمدتاً که در واقع بسیار در خطر عدم بی‌توجهی وجود قرار داره، چنین نقطه‌ای میتونه منجر به گرفتار شدن در گفتارها و موقعیت‌های جزئی بشه. این فرد اینطور گفته، این در واقع موقعیتی که این ایجاد کرده صرفاً به اون موقعیت نظر بشه، حالا مثلا در باب قانونی بودن یا نبودنش، حقوقی بودن یا نبودنش سخن گفته بشه و یک بحث دعوای بسیار جزئی مطرح بشه، یا نه اهل حقوق، کنشگر حقوقی در هر سطحی که هست به این مسئله توجه داشته باشه که این ماجرا باید به این نحو مدیریت بشه که نه تنها اون خدشه وارد نشه بلکه از اون طرف آزادی مشروع هم سلب نشه و برعکسش میشه کجا؟ میشه همون جایی که ممکنه تصمیم سیاسی با ساختار حقوقی به تعارض برسه. یعنی مثلا چی؟ مثلا ما ساختار حقوقی داریم که در تجربه‌ای که ما از این ساختار مثلا طی 40 سال انجام دادیم ما رو به این نقطه رسونده که این در واقع قانون داره چنان محدودیت ایجاد میکنه برای سیاست که ممکنه در بزنگاهی تمامیت ارضیه یا اون استقلاله مورد خدشه قرار بگیره. در این نقطه تنش‌آلود اون وقت تصمیم سیاسی میتونه خلأ این قانون رو پر کنه. پس باید دقت داشته باشیم که تصمیم سیاسی، رابطه درست و بهینه تصمیم سیاسی و ساختار حقوقی در نقاط تنش‌آلودی که مسئله مند میشه و مطرح میشه. بیرون از این نقاط تنش‌آلود حیات عادی جریان داره. اونجایی که اصلا مسائل حیات روزمره هست
این مسائل حیات روزمره اصلا نقطه‌ای نیست که درش تعارض تصمیم و ساختار حقوقی مجال دور و بروز پیدا بکنه. داره رتق و فتق میشه امور. حالا یا به نحو غیر حقوقی دو نفر مثلا فرض کنید توی یه نقطه‌ای که تو زندگی روزمره هست مسائل هست که ذیل حیات خصوصی افراد جریان داره، یا در ادارات دولتی داره رتق و فتق میشه. خیلی از این موارد در حیات عادی اصلا نقاط تنش‌آلودی نیستن. حالا ممکنه دو نفر با هم دیگه رابطهشون رو با ابزارهای غیر حقوقی مثل ریش سفیدی و دیگر امور رتق و فتق کنن یا رجوع کنن به یه محکمه صالحی و به نحو حقوقی ماجرا رو حل و فصل کنن. اینجا اساسا مسئله تعارض سیاست و حقوق مجال طرح پیدا نمیکنه. مسئله تعارض تصمیم سیاسی و ساختار حقوقی مجال طرح و همین نقاط عادی هست که منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که هم حقوق و هم سیاست کارکردی بودنشون و در واقع حالا به تعبیری همون که اول بحث اشاره کردم اتوریتهشون رو، اقتدارشون رو، مرجعیتشون رو تثبیت بکنن به واسطه رتق و فتق همین امور عادی که افراد میبینن امور عادیشون داره ذیل این نظام سیاسی و حقوقی داره رتق و فتق میشه و این خودش موجد اقتدار هست، موجد مرجعیت هست. اون نقطه‌ای که در واقع نقاط تنش آلود هست مثل همین رابطه استقلال و آزادی که اشاره کردیم الان، اینا نقاطیه که این مسئله ظهور و بروز پیدا میکنه، مسئله تعارضه. و گفتیم که وقتی این مسئله ظهور و بروز پیدا میکنه اون وقت باید کنشگران سیاسی و کنشگران حقوقی به این نقطه توجه داشته باشن که حل این تنش یا رفع این تنش به سادگی با ابزارهای یکی از این دو ممکن نیست. نه میشه با حقوق در این نقاط تنش‌آلود اون بعد سیاسی ماجرا رو تهدید 100% کرد، حدگذاری 100% کرد و خفه کرد. نه از اون طرف میشه در واقع مسئله حفاظت از شاکله و ساختار رو فراموش کرد و همه چیز رو سپرد به دست سیاست و سیالیت سیاست. بلکه این نقاط تنش‌آلود نقاطی هستن که باید این همبستگی حقوق و سیاست در راستای اون هدف اصلی که تداوم زندگی است در این اجتماع با همدیگه همبستگیشون در عمل احراز بشه. خب من به عنوان آخرین نکته یک اشاره دیگه هم که باید داشته باشم اینه که حقوق و رویه های حقوقی همونطوری که گفتیم به عنوان صورت مناسبات اجتماعی و سیاست به عنوان ماده مناسبات اجتماعی نسبتشون با هم دیگه به این شکل هم میتونه طرح بشه که حقوق و حقوقی شدن مناسبات کارکرد مرجعیت ساز یا اتوریته ساز یا اقتدار ساز داره. یعنی رفتن به سمت اون نقاط نو مثل که در سیاست دنبال میشه اگر از مجرای صورت حقوقی و در واقع رویه های حقوقی دنبال نشود، خب
علاوه بر این که میتونه نقض قرض بشه و میتونه خود اون اجتماع رو تحت شعاع قرار بده، حیاتش رو، خود شهر رو تحت شعاع قرار بده، میتونه منجر به اقتدار زدایی، مرجعیت زدایی از نظام سیاسی بشه. بنابراین یکی از کارکردهای مهمی که حقوق داره و این نقطه، این همین کارکرد هست که منجر میشه به این که ما ضرورت داشته باشه که از حقوق به عنوان یک ساحت نسبتاً مستقل هم سخن بگیم. این هست، اینکه اقتدار، تولید اقتدار، تبدیل قدرت سیاسی به اتوریته، به اقتدار، از مجرای حقوقی شدن دنبال میشه. اما نکته اینجاست که این حقوقی شدنه هم همواره باید درش این خودآگاهی وجود داشته باشه که هدف ازش چیه؟ هدف ازش تداوم پیدا کردن و تقویت شدن زیست جمعی یا اصطلاحاً حیات جمعی هست. و این بحث خیلی برای ما، لااقل ما ایرانی ها، ما ساکنین این سرزمین، خیلی چیز بیگانه ای نیست. شما این رو میتونید در بحثی که در ابتدای انقلاب مثلا در نسبت با احکام اولیه و ثانویه از سوی حضرت امام مطرح شد، ببینید وقتی اونجا داره صحبت میشه از این که مسئله مصالح و مفاسد ایران و مردم ایران یا مسلمانان گاهی میتونه اقتضای این داشته باشه که حکومت یک حکم اولیه‌ای رو یا حاکم یک حکم اولیه‌ای رو برای مدتی و به مصالحی نحوه اجراش رو تغییر بده. این سخن و این در واقع بحث که بحث ریشه داری هست در سنت ما، این اگه بهش درست التفات بشه میبینیم که نشونگر وجود این درک صحیح از نسبت حقوق و سیاست در سنت ماست. حتی ما سیاستمداران و کاراکترهای سیاسی دیگری هم در طول تاریخمون داشتیم که به این مسئله ریشه دار توجه داشتن. شما مثلا اگر رجوع بکنید مثلا به روزنامه اطلاعات 23 مرداد 1324، من حالا به عنوان پایان بخش صحبت ها این اشاره تاریخی رو هم بیارم بد نیست. اینجا یه مقاله یادداشتی هست که آقای مصدق که در اون زمان جزو فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس و بعد نخست وزیر و اینها بوده و در بحبوحه خلاصه مبارزاتش برای ملی شدن صنعت نفت قرار داشته، میخواسته خلاف، ببینید یه مسئله وجود داشته به نام قوانین مقررات موجود حقوقی و یه مسئله وجود داشته به عنوان ملی شدن صنعت نفت، به عنوان دارایی ملت ما که قرار بوده در سیاست این در واقع امر دنبال بشه و پیش برده بشه. این شخص به عنوان یک کسی که حالا در اون ساختار فعالیت میکرده تو این یادداشت نکته‌ای رو اشاره میکنه که شاید برای نشونگر این باشه که این در واقع مسئله در تو تاریخ ما هم مطرح بوده. اونجا میگه که
از این که گفتم قانون را برای مملکت می‌خواهیم و اگر قانون خلاف مصلحت مملکت باشد از آن صرف نظر می‌کنیم، بعضی از روزنامه‌های طرفدار اکثریت مجلس می‌خواهند به جامعه اینطور بفهمانند که این جانب نظریات شخصی را مقدم بر نظریات اجتماعی می‌دارم و بعد از 20 سال مخالفت با دیکتاتوری تازه با دیکتاتوری موافق و همراه هم. این است که لازم می‌دانم راجع به بیان خود توضیحاتی بدهم و از آنهایی که ممکن است با این حرف‌ها اغفال شوند رفع سوء تفاهم بنمایم. من از آقایانی که امروز دم از قانون میزنند سوال میکنم دلیل این که قانون را محترم میشمارند چیست؟ در ترکیب چند جمله و تدوین چند ماده و طی بعضی مراحل چه اثری است که افراد صالح مملکت احترام آن را فریضه خود و تخلف از آن را برای خود ننگ و عار میدانند؟ من تصور میکنم که از قانون غیر از این که برای حفظ جامعه مفید باشد انتظاری نیست. قانون را محترم میشمارند برای اینکه مفید است و هرگاه تشخیص داده شود که به حال مملکت مضر است، وظیفه وجدانی هر فردی است که تمام وسایل را برانگیزد تا اصلاح یا فصل شود و مقصود این جانب این نبوده که هر کس قانون را مضر تشخیص داد از آن اطاعت نکند، بلکه مقصودم این بود که هر وطن پرستی باید سعی کند چنین قانونی از طریق جلب عقاید و افکار مردم از بین برود. فقط اشکال در این است که چه وقت اجرا یا عدم اجرای قانون جامعه را متضرر می کند و چه اشخاصی صلاحیت دارند که ضرر را تشخیص بدهند. بحث سر این نیست که قانون بدون توجه به حال مملکت، تعبیری که حالا به کار برده اینجا، باید الا و لابد حاکم باشه. دیگه مسئله اینه که قانون اصلا محترمه برای اینکه حال مملکت یا وجود مملکت به سمت اطلاع و بهبود حرکت بکنه. و بحثی که این به قول ایشون اینجا پیش میاد اینه که تشخیص این که چه وقتی اجرا یا عدم اجرای قانون جامعه رو متضرر میکنه صلاحیتش با کیه؟ خب همین نقطه میتونه باز نشونگر این باشه که ما یک تنش دیگری هم در طول تاریخمون داشتیم. تنش‌ها زیاد داشتیم، حالا این به اقتضای بحثمون دارم اشاره میکنم که مرجع تشخیص مصلحت و مفسده کجاست. و البته این اختصاصی هم به جامعه ما نداره، تو همه جوامع بوده و مشخصا خب ما با انقلاب اسلامی تکلیف این رو هم تونستیم روشن بکنیم با اصل 110 و باز یکی دیگه از اصول قانون اساسی ما که میتونه در واقع نشونگر التفات کنشگران حقوقی و سیاسی ما به رابطه درست حقوق و سیاست بوده باشه. این هم در واقع نکته پایانی عرایض. بله خیلی ممنون دکتر، دست شما درد نکنه. هم طرح بحث خیلی خوبی بود، هم نکات خیلی دقیقی مطرح شد. خیلی ممنونیم، انشالله که توفیق باشه در فرصت‌های آینده هم از نکات و محضر شما استفاده بکنیم. همچنین تشکر میکنم از شنوندگانی که از طریق رادیو گفتگو این بحث رو شنیدن و دنبال کردن و همچنین از دوستانی که از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کانون اندیشه جوان این بحث رو شنیدن. پایان جلسه ما هست و وقتمون تمام شده. من دوستان رو به خدا می سپارم و انشالله که جلسات بعدی هم خدمت دوستان باشیم طبق اطلاع رسانی که انجام میشه. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. کانون اندیشه جوان.